نام خداوند بخشنده مهربان. فضیلت افطار دادن شخص روزدار در ماه مبارک رمضان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی یک روزدار را افطار بدهد برای چنین شخص ثواب داده می شود مثل ثواب شخص روزدار و از اجر و ثواب شخص روزدار هیچ کمی نمی کند. یعنی یک انسان اگر برای روزدار افطار بدهد، پروردگار برای افطار دهنده ثواب پره و کامل می نویسد چنانه که برای شخص روزدار نوشته است. روایت امام ترمذی. در حدیث دیگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی یک روزدار را افطار بدهد این افطار دادنش سبب می شود که پروردگار گناهان اون را می بخشد و سبب می شود که اون را از آتش دوزخ نجات پیدا می کند و سومی سبب می شود که پروردگار برای او مثل شخص روزدار ثواب پره و کامل می دهد. صحابگان گفتند یا رسول الله نه هر کسی ما چنین قدرت دارد، چنین توانایی دارد که یک شخص روزدار را افطار بدهد، هر کسی نمیتواند چنین کرده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند خداوند این گونه ثواب را و این گونه فضیلت را برای کسی هم عطا میکند که یک شخص روزدار را یک نوشیدنی شیر بدهد یا اینکه یک خرمای بدهدش یا اینکه یک نوشیدنی آب بدهد. برای چنین شخص هم پروردگار این فضیلت و این ثواب را نصیب میگرداند. و شخص اگر روزدار را سیر بکند پروردگار اون را از حوض من سیراب میگرداند، در روز قیامت اون را از حوض من سیراب میگرداند تا جنت داخل شدنش دیگر تشنه نمی شود. روایت امام بیهقی و ابن حبان.